سلام برای بچه به اولین ویدیو هاردکور من خوش اومدین. این اولین هاردکوره و دارم اولین بار دارم پلی میدم. تو عمر کل زندگیم پلی ندارم. خب بریم سر وقت ویدیو. خب من چیزی که خیلی کمی از هاردکور میدونم، فقط میدونم اگه بمیرم تمام رو بودیم. اول کار چوب میزدیم مثل همیشه. همه ویدیو ما همیشه با چوب شروع میشه، نمیدونم چرا. خب چوب دیگه ای نداری. خب این همین کرافت تیول. این هاردکور من تا تهش میرم. من با این ویدیو تا تهش برم، من نمیدونم. البته ویدیو هم نمیتونم بالا دیگه 8 دقیقه بزنم. مرغ خروس بود. بابا خب یه کلنگ میسازیم و حالا و بریم تایی یعنی بکنیم بکن. خب این کارتون میکشه. خب فکر کنم بعد کافی سنگ گرفتیم. آره 30 تا کافیه. حالا بریم بالا. یک سرم دادا. خب یک عکس شمشیر و یک پیکپس سنگی. اوکی این از این فقط میمونه یه دونه فرنیس بسازیم. خب حالا گوسفند لازم داریم. اون قوچ هم جز گوسفندان حساب میشه ها. آره هست. خب خوبه. What the fuck خوکه. بابا بچه مودشو بعدا اگه خواستیم بهتون میگم چیه. بابا قوچ بمیر. خب واه خورشید رو نگاه کنید. بپر تو. بپر برو مثل خر برو. دست میشه رفت. آره میشه رفت. مرغ چون که بچه داره میکشمت. خب این چی؟ زغال لازم داریم برای شب. زیاد وقت نداریم، من کار زودتر تمام کنیم. برو مثل خر برو. باید هستا. خب اول از همه که باید لابوه. اوه یه لابوه. اول از همه باید یک غذا جور کنم خیلی زیاد، چون که هاردکور سخت‌ترین ورژن ماینکرافته. سخته خوب. حتما سخته میگن سخته دیگه ها، ولی من معمولی باشه آخه. چی بوه آخه خیلی دارم پلیش میدم. خب فقط به رنگ احتیاج داریم ها. میشه یه چیزی دیدم یه لوژ تکون میخورد. مرغ بود ها. میشه یک گوسفند یه. خب تکمیلی. ما تو شب اول زنده بمونیم. خب یه دانه تخت میسازیم. تخت. خب این همه تخت. قسمت اول رو هاردکور خوب پیش میره، اما من نمیرم. اگه زیاد در مورد مردن حرف نزنم، چون میگم هر چی بگی سرت بلات بیاد. سرت میاد. آره
توفاله. اوه 5 دقیقه ویدیو رفته. حتی کارتم کنم. خب چند داریم بعد پخت و پز کنیم. چی شد؟ خب بازی خورده گیر کرد. حالا اندک صبر میکنیم تا آشپزی ما تمام بشه. تا موقع یکم صبر میکنیم. بله. دو 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 لا 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 بابا لا 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 یا گاو میاد. نگاه کن به ابرها را، ببینیم چقدر زیبا، چقدر مسخره. یه جا بایستدم تکون نمیخوام. چقدر طول میکشه. خب پخت. نه کامل نپخت ولی خوب پخت. پخت دیگه میگه. خب به تاکی زیده هم کارم نمون دادم. مجبور ثانیه خیلی زود میره. بیشتر 8 دقیقه باید تمامش کنیم. هفت دقیقه شد برو. بچه گاو خوش هوان داره تاریک میشه. فقط یخ. برو برو زه. مثلا دو که چی شد؟ چرا دونه شکلی شد؟ خب خب سب کنین. خب من تمام چند دقیقه پیش چند اندکی تر زدم ولی شما میتونید من رو سابسکرایب کنین. و هر کی سابسکرایب نکنه گیه.